سوال دیگر: آیا در روز جمعه تبریک کردن ممکن است یا نه؟ البته این مسئله را چند بار از ما برادرها پرسیدن که بعضی شخصیت میگوید که روز جمعه مبارک یا این نماز جمعه مبارک تبریک کردن روز جمعه را بعضی برادرها معم میکردن. البته تبریک کردن در روز جمعه که بهترین روزها است که در روایت صحیح آمده جناب پیامبر صلی الله علیه و آله که افضل الایام یوم الجمعه، هم بهترین روزها این روز جمعه است، چون که روز جمعه روز عبادت و بندگی است، روزی است که تمام مسلمان ها جمع میزنند، یعنی در روز جمعه صحبت میشه و موعظه و گفتارها میشه و نماز جماعت را میخوانند. بهترین روز است، یعنی روز عبادت و بندگی است. روز جمعه را تبریک کردنش برادران عزیز درست است، چون که در روایت‌های زیادی آمده است که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای اکثر کارها تبریک می‌کردند. مثلا یک انسان توی داشت، پیغمبر بزرگوار برای تویش تبریکش می‌کردند که بارک الله لک و بارک علیک، میگفتن خداوند این توی ترایی که این ازدواج ترا این نکاح ترا مبارک بگرداند. یا اینکه پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم شخصیتی که فرزند می‌یافتند را برای فرزندش تبریک می‌کردند. یا اینکه شخصیتی که لباس و چیزی نو می‌پوشیدند، حتی روزهای عید روایت میکنند که اصحاب پیغمبر همدیگر را یعنی در حق دعا میکردند، تبریک میکردند. از جمع همین روایت ها خلاصه گرفته گفته میشود برادران عزیز که روز جمعه را تبریک کردنش درست. کلمه تبریک معناش همین است که وقتی میگه که این روز برای شما مبارک باشد یا اینکه خداوند این روز برای شما مبارک بگرداند، کلمه مبارک معناش همینه برادر است که خداوند خوبی ها و خوشی ها و برکت همین روز برای شما نصیب بگرداند. یعنی این دعا هست در حق هم دیگر، یگان یعنی نادرستی و معنی نداره. البته بعضی شخصیت هایی که میگویند تبریک کردن بدعت است، آیا از اونها ما سوال میپرسیم که برادر عزیز برای این یعنی بدعت گفتن، برای نادرست گفتن، برای حرام گفتن و معنی گفتن، آیا یک دلیل بیاد، یک روایت بیاد که جناب پیغمبر نهی کرده باشه یا معنی کرده باشه یا اینکه نادرست گفته باشه؟ و این خاطر برادران عزیز تبریک کردن روز جمعه یگان ضرری نداره، ان شاء الله که درست است.